رابطت مثل گل شکفته است یا گل پژمرده؟ دوستش داری ولی نمیدونی این درسته یا غلط؟ اونقدر تو افکارت سردرگمی که حس غرق شدن داری؟ این ویدیو برای توه. سلام، من امیرحسینم. به کانال جوان پریش خوش اومدی. اینجا سعی میکنم با ویدیوهام کمک کنم زندگی تو آروم تر کنی. به زبون ساده، رابطه سمی رابطه‌ایه که برای زندگیت ضررهاش بیشتر از منفعتش هست. رابطه‌ایه که بیشتر باعث دردسر همدیگه هستید تا دادن آرامش به همدیگه. صرفاً هم یه رابطه بین دختر و پسر نیست. ممکنه این رابطه بین تو و خانوادت، دوستت یا هر کس دیگه ای باشه. اینجا برات 10 تا نشونه آوردم تا باهاش بفهمی طرف مقابلت یه آدم سمیه تو زندگیت یا نه. 1. چک کردن بیش از حد یا همون بی‌اعتمادی. یه رابطه حتی اگه تو صمیمی‌ترین حالت خودشم باشه، بازم هر کسی حریم خصوصی خودشو باید داشته باشه. البته وقتی شدت صمیمیتت بالا میره، خودت با میل خودت یه مقدار زیادی از اون حریمو بر میداری. به قولی شخص مقابلو در جریان خیلی چیزا قرار میدی، ولی این موضوع باید با رضایت خودت باشه. هیچ کسی اجازه نداره که بیاد پیام‌های تو رو با کس دیگه‌ای چک بکنه. اگه تو یا شریکت این کارو میکنید، یا به قول خودمون همش نگرانید که طرف داره با کی حرف میزنه و چی کار میکنه، خب باید این عادت رو ترک بکنی. یکم به همدیگه باید بیشتر احترام بذارید، چون رابطه‌ای که بر پایه اعتماد نباشه عذاب خالصه. 2. وادار کردن. وادار کردن صرفاً به این معنی نیست که کسی رو با زور مجبور به انجام کاری بکنی. احتمالاً یه سری جمله شنیدی مثل اگه منو دوست داری فلان کارو بکن، این کارو بکن تا ثابت کنی دوستم داری. ولی از این بدترش هم هست. مثلا طرف مقابل ممکنه یه چیزی رو ازت بخواد و اگه انجام ندادی شروع کنه باهات سرد رفتار کردن. حتی اگه بهش بگی چرا سرد شدی یا سرسنگین حرف میزنی، زیر بار نمیره. میگه من که عادیم، ولی در واقع داره بهت تحمیل میکنه تا سری بعد حتما خواسته اونو انجام بدی. 3. عصبانیت. همه آدما تو شرایط مختلف عصبانی میشن. حتی یکی به خاطر مشکلات شخصی خودش ممکنه کلاً تبدیل به یه آدم عصبی بشه، ولی این که نتونه اونو کنترل بکنه یا وقتی اعصابش از جای دیگه خورده بیاد اونو سر تو خالی بکنه، به مرور رنجیده میشی و این رابطه سمی میشه. از اون بدتر وقتیه که یه عده از این آدما عصبانیت رو تبدیل میکنن به یه ابزار برای خواسته هاشون. اون وقت دیگه تو برای انجام کوچیکترین کارات هم کلی استرس میگیری که اگه من فلان کارو بکنم ممکنه طرفم خوشش نیاد و عصبانی بشه و دوباره جر و بحث شروع بشه. 4. حمایت میکنه یا نه. اگه تو بخوای توی زندگیت پیشرفت بکنی، قطعاً باید تصمیمای جدید بگیری و مسیرهای جدید انتخاب کنی. برای این کار نیاز به یه روحیه قوی داری. کسی که باهاش تو رابطه هستی باید این اطمینان خاطر رو بهت بده که تو این مسیر کنارته. اون روحیه رو تو وجودت بیشتر بکنه و کمک کنه اشتیاق بیشتری داشته باشی. ولی اگه طرف مقابل از اوناییه که برای هر چیزی تو رو میکوبه و باور داره از پس چیزی بر نمیای، حتی اگه توانایی هم داشته باشی از بین میره. کسی که واقعا دوست داره
از هر پیشرفتی که میکنی خوشحال میشه. اگه حقوقت بیشتر بشه خوشحال میشه. دانشگاه خوب قبول بشی جشن میگیره. یه مهارت جدید یاد بگیری لذت میبره. ولی اگه اینطور نیست باید ببینی چرا حمایتت نمیکنه. 5. رابطتون رو قایم میکنه. از اونجایی که ما ایرانی‌ها اونقدر راحت نیستیم از گفتن رابطمون توی خانواده و فامیل، منطقیه که خیلی وقتا از رابطمون چیزی نگیم. ولی خیلی جاها عمومی کردن یه رابطه مشکلی رو درست نمیکنه. مثلا توی جمع دوستاتون، اکیپا یا یه سری غریبه ها که نقشی تو زندگیتون ندارن. اگه رابطتون رو اونجاها هم قایم بکنه یعنی یه جای کار میلنگه، یعنی یه چیزی رو اشتباه میدونه که جلوی بقیه انکار میکنه تو رابطه است. اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومد یه لایک بکن که یه حمایتی از کانال بشه تا بتونم منم ویدیوهای مفیدتری برات بذارم. 6. نادیده گرفتن نیازها. هر آدمی یه سری نیازا داره. بعضی از اون نیازا مختص رابطه است. مثل اینکه طرف مقابل بهت عشق بورزه، توجه کنه، حس ارزشمند بودن بهت بده و چیزای شبیه به اینا. طبیعتاً هر دو طرفم باید همه سعیشون رو بکنن تا اون حس رضایت رو تو رابطهشون تجربه بکنن. ولی اگه تو رابطت طرف مقابل تلاشی برای دادن اون حس خوب بهت نمیکنه، باید بدونی که اون فقط به فکر خواسته های خودشه و بهت اهمیت نمیده. پس هرچی زودتر باید ازش دوری کنی. 7. فداکاری بیش از حد. طبیعیه که آدما سلیقه های خودشونو داشته باشن، محدودیت های خاص خودشونو داشته باشن، ولی وقتی که میان تو رابطه برای اینکه بتونن بیشتر با طرف مقابل باشن باید از یه سری چیزا بزنن تا بتونن کنار هم باشن. مثلا گاهی وقتا وسط کارهای مختلف یه تایمی رو خالی میکنی تا پیش طرف مقابلت باشی. گاهی وقتا سینما میری با اینکه خیلی هم خوشت نمیاد ولی طرف مقابل رو دوست داری و چون میخوای باهاش وقت بگذرونی میری. حالا طرف مقابلت هم برات این کارا رو میکنه، اونم بین درگیریاش برای تو تایم خالی میکنه یا تو باید همیشه خودتو تطبیق بدی؟ اونم سعی میکنه که هر از گاهی از علاقش بزنه تا تو رو خوشحال بکنه؟ اگه نه که باید بدونی تو هم همونقدر باید ارزشت حفظ بشه توی رابطه. که میرسیم به موضوع بعدی. 8. یک طرفه بودن و بی‌توجهی. اگه این تویی که همیشه زنگ میزنی، همیشه پیش قدم میشی، همیشه خبر میگیری، باید گاهی اوقات عقب وایسی تا ببینی طرف مقابلم میاد سمتت، یا حتی بدتر بعضی از آدما اصلاً به کسی که باهاش تو رابطه هستن توجه نمی کنن. تو هم هی بیشتر و بیشتر سعی میکنی نزدیک بشی، احساسات خوب بروز میدی تا شاید یه جواب ازش بگیری و حس محبت درونت ارضا بشه، ولی بدون تعارف داری کاملا اشتباه میکنی. این یعنی طرف مقابلت فقط وقتایی که خودش نیاز به تبادل احساسات داره میاد سمتت. بقیه وقتا اصلا مهم نیست براش که تو به چی نیاز داری یا چه مسئولیت هایی در قبال تو داره. اگه چنین چیزی تو رابطت هست، به نظرم وقتش خودت بپرسی من جایگاهم تو این رابطه چیه؟ چرا باید جایی که بهم توجه نمیشه بمونم؟ 9. همیشه تو کوتاه میای. طبیعیه که توی روابط یه سری مشکلات پیش بیاد، ولی وقتی اون رابطه سالمه که موقع پیش اومدن مشکل
هر دو طرف دلشون بخواد مشکل رو حل بکنن. دلشون بخواد این تنشی که درست شده از بین بره. ولی اگه این فقط تو هستی که همیشه کوتاه میای تا طرفت به خواستش برسه، این یعنی طرفت بیشتر به فکر برنده شدن هست تا حل مشکل و تو تا ابد باید از حق خودت بگذری و فکر کنم که بدونی یه رابطه درست اینجوری کار نمیکنه. یه مدل بدتر ماجرا این شکلیه که وقتی به کسی نقص‌هاشو میگی شروع میکنه بهت حمله کردن. آدما باید نقصاشونو قبول بکنن. هر کدوممون اشکالایی داریم تو شخصیتمون که طبیعیه و رو رابطمونم تأثیر بد میذاره. ولی وقتی مشکلی پیش میاد باید اینو بپذیریم و اگه واقعا دنبال حل مشکل هستیم سعی کنیم کمتر اجازه بدیم تا این مشکلات رو رابطمون تأثیر بد بذاره. ولی اگه تو رابطه تو وقتی ضعف‌ها رو میگی پارتنرت جای صحبت کردن در موردش شروع میکنه به دعوا کردن یا حتی بدتر نقشه قربانی رو بازی میکنه، مطمئن باش که تو اون رابطه هیچ مشکلی قابل حل نیست. این خودش سرسام آوره، ولی از این بدتر وقتیه که یه نفر شروع میکنه در جواب این حرفا شخصیت تو رو خورد کردن که میرسیم به موضوع بعدی. 10. تحقیر کردن. وقتی به کسی نزدیک میشی اون نقطه ضعفای تو رو بهتر میبینه، میفهمه که شخصیتت چه شکلیه و تو زندگیت چه مشکلاتی هست. ولی اگه کسی از این چیزایی که فهمیده استفاده کرد تا تو رو توی هر بحثی بکوبه، زخم زبون بزنه، تو رو کوچیکتر جلوه بده، تو هیچ وقت دیگه ای نباید اون آدم رو امین خودت بدونی. بودن حتی یکی از این موضوعات توی رابطت به این معنیه که واقعاً سم زیادی تو زندگیت داره تزریق میشه. اگه بیشتر از این یکی دوتا مورد هست که باید به هر قیمتی که شده از اون آدم دوری بکنی، حتی اگه اون آدم یکی از اعضای خانوادت باشه. اگه لازم هست واقعاً با یه مشاور هم هماهنگ بکن. عشق واقعی مثل داستانای لیلی و مجنون نیست که زندگی تو داغون بکنه. عشق میاد تا به زندگیت آرامش و خوشحالی بیشتری بده. رفیق جان، اگه تو به چنین رابطه‌ای تن دادی واسه اینه که خودتو دوست نداری. یادت باشه که تو با ارزشی، پس تو رابطه‌ای برو که ارزش تو توش حفظ بشه. تو کامنت ها به هم بگو که تا حالا چقدر تو زندگیت به این نشونه ها دقت کرده بودی. پیشنهادت به بقیه در مورد این مدل رابطه ها چیه؟ اگه ویدیو رو دوست داشتی با لایک کردن و سابسکرایب از این ویدیو حمایت کن. اگه میخوای هیچ کدوم از ویدیوها رم از دست ندی زنگوله رو بزن. سعی میکنم با ویدیوهای این کانال یه ذره از پریشونی های ذهنت کم بکنم. دوست دارم. تا یه ویدیوی دیگه از کانال جوان پریش. فعلا.